بیایید با من بریم بازار مطرح. اینجا ورودی بازار، یه طرفش خیابون و دریاست، همونجا که بندر مطرحه و حتی کشتی سلطان قابوس هم میتونی ببینی. وقتی وارد بازار میشی دقیقاً حس بازار بزرگ تهران رو میده، پر از رنگ، بو، صدا، حال و هوای سنتی. نگم براتون از مغازه ها پر از چیزای کوچیک و بزرگ، قدیمی و جدید و البته گرون. میخواستم یه قندون نقره کوچیک بخرم، فقط 70 میلیون تومان. ناقابله. این آویزای سقفی هم هی به سر من گیر میکرد. آقا قد بلند درد سره. بعد اون رفتیم یه مغازه پر از فرش ابریشم، شال و کارهای ابریشمی دستساز. واقعا قشنگ بودن. بعد از اونجا رفتیم بازار طلا فروشان. طلای سفیدم داشتن، اما نگم از طلاهای زردشون. بزرگ، خاص، عجیب و کاملا متفاوت با سلیقه ما. فقط یه مدلش یکم خوشم اومد. آخر سرم رفتیم مغازه حلوا فروشی. طبیعی از همش تست کردیم و خوشمزه ترینش رو خریدیم. اگه از این کلیپ خوشت اومد و دوست داری جاهای دیدنی مسقط یا عمان رو با من ببینی، لطفاً برام کامنت بذار.